مراجعتنامه زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان که عین زمان مقیم کشور آلمان و هلند هستند. با عرض سلام به مردم شریف تاجیکستان، ما دعاگوی آنیم که در خانواده هر یک تاجیکستانی صلح و ثبات پایدار باشد و مردم در آسایشتگی حیات به سر برند. این آرزوی همه ما است. اما متاسفانه چند ماه از تاجیکستان، مخصوصا از سرزمینمان ولایت مختار کوهستان بدخشان، به گوشمان آوازهای گوناگون می رسند و در این دوری ها ما را به تعلقه می اندازند. معلوم که یگان ارتباط ما از این دوری ها به خانواده هایمان این اینترنت بود که از آن ما را محروم ساختند. البته این عمل نه فقط باعث ناراضگی ما، بلکه ناراضگی تمام بدخشانیان در نقاط گوناگون عالم گشته است. این یکی از قانون شکنی های مقامات در ولایت می باشد که مسئولین آن را انکار می کنند. هرچند از این هم فاجعه بزرگترین برای ما این کشتار وحشیانه گلبدین زیابکوف و بعداً تیر خالی کردن به طرف اهالی آسایشته، کشته شدن توتیشاه امیرشایف و گلنظر مرادبکوف، زخمدار شدن چند جوان بیگناه دیگر بود که ضمن مراجعت خویش ما می‌خواهیم بار دیگر به این موضوع برگردیم، چون که با گذشت بیش از 2 ماه تا حال مقامات عاملان قتل وحشیانه گلبدین، گلنظر و توتیشاه را پیدا نکردند. برعکس برادران ما را جنایتکار معرفی می‌کنند و عهده‌داری‌هایی را که ضمن پراکنده نمودن اعتراضگران به دوش گرفتند اجرا نمی‌کنند. با گذشت این چند ماه خانواده قربانیان روزهای 25-28 نوامبر، فعالان جامعه شهروندی گروه 44 منتظر بودند که این بار حکومت به وعده‌های داده‌اش را اجرا می‌کند و چند طلب مردم را اجرا می‌کند. متاسفانه معلوم گشت که حکومت به جای عدالت را برقرار نمودن و دایره قانون فعالیت نمودن، برعکس کوشش می‌کند که وضع را بدتر کند. قاتلان گلبدین و گناهکاران به سوی مردم آسایشته تیر خالی کرده را یک سو گذاشته، برای درختبری و بالای چند نفر پرونده کشادند و توسط تلویزیون بدخشان در بین ساکنان نزاع انداختند. آیا این وضع را در بدخشان داغ‌تر نمی کند؟ آیا طلب خود مقامات نبود که با مقصد زودتر به اعتدال آوردن وضعیت و تا معلوم شدن گناهکاران از برآوردن اخبار و بیرون آوردن وضعیت و تا معلوم شدن گناهکاران برآوردن اخبار و بیرون از دو طرف خودداری کنند؟ دلیل ها نشان دادند که در اینجا هم قانون شکنی از طرف مقامداران صورت گرفت و رفتارش و گفتار پندارش راست نمی آید. در دولتی که با جای پیدا نمودن قاتل اولویت را به پیدا نمودن درختبر می دهند و آن هم در اساس اتهام بافته درباره کدام ارزش‌های انسانی می توان سخن گفت. برای شکار غیرقانونی حیوانات و ضرر به محیط زیست طبق قانونگذاری شخص را محرومیت از آزادی تا 8 سال و جریمه تهدید می کند. برای به حکم دادگاه جنایتکار برآوردن شخص و وحشیانه کشته شدن او چی؟ در یگان قانون تاجیکستان و قوانین بین المللی آورده نشده است که نهاد قدرتی به حکم دادگاه یک شخص را وحشیانه به قتل رساند، هرچند جنایتکار اشری هم باشد و برای این عملش در نزد قانون جواب نگوید. حتی جنگل چنین قانون ندارد. ما درک میکنیم که این عملاً
ما درک میکنیم که این عملا حکومت قادر نیست با سوالهای مردم بدخشان در قضیه گلبدین، توتیشا و گلنظر پاسخ بدهد. شاید از بین بردن آنها هم به همین معنا بود که شاهدی نباشد. اما فکر نکنید با کشتار وحشیانه آنها مردم را در هراس افکنده. روز می آید که این همه روی آب خواهد برآمد. مگر فاجعه سال 1937 فراموش شد و شاهدان آن امروز حقیقت را به مردم نکشادند؟ کشتار وحشیانه گلبدین جنایت است که نه تنها بر ضد یک فرد بلکه بر ضد هزارها شهروندان سرزمین ما روانه شده است. این جنایت را همچون نسل کشی میتوان نام برد و ما آن را به گوش جهانیان خواهیم رساند. الکی تمام جهان قطع کردن اینترنت برای مردم این منطقه را نقض حقوق انسان معنی داد کردند و همین طور هم هست. تا امروز شما نه فقط با قطع نمودن اینترنت حقوقهای ما را پایمال میکردید، بلکه مختاریت ولایت ما را نادیده میگرفتید و ما را در شرایط بدترین اقتصادی نگاه میداشتید. امروز هر یک بدخشانی به شما سوال دارد: کی مردم به زندگی آرام و استوار برمیگردند؟ کی در چهره کودکان به جای ترس و هراس تبسم گل میکنند؟ کی شما در چهره هر بدخشانی دیدن جنایتکار دست میکشید؟ ما جنایتکار نیستیم. چرا چند سال باز گلبدین جنایتکار نبود و در یک روز او جنایتکار ساختید؟ برای چی؟ اگر چهارشنبه گناه می داشت و قانون را پشت پا زده بود، چرا تا این همه سال گناهش را اثبات نکردید؟ چرا امردین علاوتشایف که تا این همه سال آزادانه کار و فعالیت میکرد و شما میدانستید امروز به حیث جنایتکار معرفی میشود؟ شما خوب میدانید که آنها جنایتکار نیستند. برای این همه آنها را با راه غیر قانونی از روسیه ربوده آوردید. امردین در کدام ساختار دولتی کار میکرد و کدام سیر دولت را میدانست که تا امروز در بازداشت بودنش را پنهان میکنید؟ برای چی؟ از چی میترسید؟ اگر امروز حکومت فقط برای برهم زدن قانون شکنی در بدخشان تلاش داشته باشد و غرض و مقصد ناپاک دیگر ندارد، پس چرا دادگاه های چهارشنبه امردین علاوتشایف، محمد باقروف، صادق احمد بیکوف و چندین نفران دیگر که الکی مقامداران شما به حکم دادگاه جنایتکارشان اعلام کردند، در دادگاه های باز به دسترسی خبرنگاران، جامعه شهروندی و خیش تبار صورت نمی گیرد؟ باز یک خطاب دیگر: برای چی ساختارهای قدرتی تهدید به برادران و خواهرانمان که بیرون از کشور هستند به خود روا می بینند؟ مگر این خلاف قانون نیست؟ مگر ارگان های دخلدار وظیفه‌دار نیستند ما را حمایت کنند؟ امروز باز یک خبر شوم از روسیه شنیدیم که برادرمان آرز وزیر بیکوف را تهدید می کنند. چرا دولت کفالت، قول، امنیت و عهده‌داری های کنستیتوسیونی خود را به جا نآورده ایستاده است؟ اگر قانون و قانونگذاری شفاف باشد، از روی عدالت باشد، پس ما پاسخ سوالهای خود را منتظریم و تیاریم با شما گفت و شنید کنیم. ما اعضای جامعه شهروندی بوده شامل به یگان حزب یا گروه سیاسی نیستیم. آزادی به چهارشنبه، آزادی به امردین علاوتشایف،
صادق احمدبیکوف و مادرمان شاهیده محمدجانова که زاده ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان است.